دوباره سوی تو باز آمدم. سلام عزیزم، دوباره سوی تو باز آمدم. سلام عزیزم، دوباره زمزمه ساز آمدم. سلام عزیزم. ای بندگانی تن، به تماشای جان روید. ای بندگانی تن، به تماشای جان روید، زیرا که رسول گفت که تماشا مبارک است. السلام ای یار جان، دل مشتاق دیدار شماست. بلبلی دل پاره، بلبلی دل پاره، گلبرگی رخسار شماست. شکر آن را می کنیم، دلی ما از سنگ نیست. بحر یار و دوستان، کاشانه ما تنگ نیست. ای آرزوی جانم، از ما سلام دادند. ای راحتی روانم، از ما سلام دادند. ای باد انبری رویگر بگذارید از این کوی، بر گوش داماد و عروس گو، از ما سلام دادش. سلام گویم، سلام گویم، اول نامی خدا گویم، با پیغمبر دعا گویم. اولا سلام علیکم میهمانانی از دور و نزدیک آمدن. من شخصا هستم میخواد از نامی کل هنرمندان اینجا حضور داشته خواهرک عزیز مدینه بانو که امروز توی عروسی و دامادی دارند، از صمیم قلب جوانی تبریک و مبارکباد میگیم. خدا کند که با آمد گل عروسک نازنین در این خاندان همیشه شادی و نشاط پی هم باشد. و میگیم ای عروسی نازنین، باغت معطر می شود. در روزی تویت سخن گویم دلم تر می شود. گفتا خیراندیش این آیله هم در زندگی صاحب فرزانه ها و خانه ها در می شود. عزیزان دیده دیده خدا کرد که همان کشتی بخت این دو نوجوان برن همان بحری بیکنار زندگی، کشتی بختشان به شکست و ریخت تا به ساحل میرسد. با کل مهمانان عزیز خوش آمدید گفتن، نوری دیده تاج بر سر میگیم. و گفتن امانت امروز این لحظه های زیبای ویسال زندگی به خاطر شادباش گفتنی این خاندان و به خاطر شادباش گفتنی گلرسک نازنین، بهترین هنرمندان، بهترین روشگران و بهترین نوازندگان حضور دارند که همه با اسباب‌های تکنیکی و نفسی و ضربی تحت راهبری یک هنرمند جوان و امید بخش، هنرمندی که با سرودهای عاشقانه و عارفانه خود در دل مخلصانش راه یافته است. البته فضل‌الدین خیالی از دل مرمت میگه فضل‌الدین جان دل زنده شود شنیده آوازی تو را، بلبل به چمن مشکوم از سازی تو را، دستی و حسم فیلم آباد تبریک و تشکر تو با استادی تو را. فضل‌الدین خیالی می سراید ای بندگانی خدا.